بینندگان عزیز، در کنار خود رئیس فدراسیون بزکشی‌های ولسوالی سیگانه خوست ولایت بغلان را داریم. رئیس خسته نباشی. سلام علیکم، شما خسته نباشین، بخیر آمدید. تشکر، سلامت باشید. رئیس برچند که ما همراهتون خود معرفی هستیم، برای بینندگان ما خاطر بیننده هستن اگه معرفی داشته باشید. من حاجی پهلوان چریک از زند زادگاه ولسوالی خوست، رئیس فدراسیون سیگانه ولسوالی خوسته ها. تشکر رئیس. از بزکشی امروز اگر صحبت بکنین چی بود؟ بزکشی امروز نام خدا بسا، بزکشی خوب، بزکشی همن بین ولسوالی جلگه و دیگه ولسوالی هم جوار بود و میمانای ولایت بغلان همه ولایت از خود پرخمری بود، ولایت بغلان بود، میمانا از تخار بود، از ولایت قندوز بود. بسا نام خدا بزکشی بسا زور، بسا بزکشی قوی بود، بسا بزکشی هم به وجه خوب با آخر است. از طرفی کی بود گفتین؟ امین رامین از قوم و وطنداران تجار ملی ما هستند. تجار اونا ملی. میهمان آمده بودن، اونا یک بزکشی را ما چه کردیم، انتخاب کردیم، اونا جور شد کردیم، دیگه زمینه زیر مسائل کردیم و تمام جایزه و یگپاش از طرف امین رامین. بزکشی امسال در خوست ها نسبت به سالهای گذشته چه تفاوت داره؟ خیلی تفاوت داره، شهرتش بالای بالاست که در شرق غرب دنیا نام خدا ولسوالی خوست بازی میکنند. در تمام دنیا یا معرفی هستند. ولایت بغلان ولسوالی خوست فرینگ نام خدا چپ اندازهای قوی داره و سیر سن اجدای ازی بسیار قوی مردمای تربیت کردیم که وقت دلی که مزار یا در کابل ببریم اینا را. ان شاء الله در آینده خوب چپ اندازهای چهره دست قوی دست نام خدا خوب مثلا تکنیکی هستند. همه رشد از اونها چه پلان دارین؟ ان شاء الله ما رشد داریم که تمام جوانای ما امیر رشد بازی را بالا ببرن و در تمام دنیا یا معرفی شوند و تمام دنیا یا بازی بکنن. تشکر. در آخر پیام به چاپ اندازانی که در میدان ها مصروف ورزش هستند. پیام است که بسیار دارای اخلاق باشند، اخلاق سپورتی را مراعات بکنن، تمام مردم ها از یا برهمن شوند. چاپ انداز اخلاق سپورتی داره، بهترین بازیش اخلاق سپورتی است. اخلاق سپورتی خود مراعات بکنن و خود در جامعه قهرمانی برسانند. تشکر، سپاس رئیس بزرگوار. بخیر.